همه چیز از یک لحظه شروع می شود. لحظه‌ای که ناگهان می‌فهمی تمام عمرت را در میان گله‌ای زندگی کرده‌ای که حتی نمی‌داند چرا حرکت می‌کند. فقط حرکت می‌کند. بدون سؤال، بدون شک، بدون اینکه حتی برای یک ثانیه بپرسد چرا. و درست در همان لحظه است که یک فکر خطرناک، یک فکر ممنوعه در ذهنت شکل می‌گیرد. اگر من مثل بقیه نباشم چه؟ اگر من گوسفند نباشم چه؟ اگر من گرگ باشم چه؟ این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بیشتر آدم‌ها عقب می‌کشند، چون ترسناک است، چون تنها شدن دارد، چون قضاوت دارد، چون خطر دارد. اما حقیقتی که هیچ کس دوست ندارد درباره‌اش حرف بزند این است که دنیا هیچ وقت برای گوسفندها ساخته نشده. دنیا توسط گرگ‌ها اداره می شود. همانهایی که جرأت کردند متفاوت فکر کنند، متفاوت تصمیم بگیرند و مهمتر از همه متفاوت عمل کنند. ماکیاولی، مردی که حقیقت را بدون فیلتر به صورتت می‌کوبد، یک جمله دارد که مثل یک سیلی بیدارت می‌کند. در میان گوسفندان گرگ باش. نه برای اینکه بی‌رحم باشی، بلکه برای اینکه زنده بمانی. چون در دنیایی که همه منتظرن تو اشتباه کنی، اگر گرگ نباشی شکار میشوی. خیلی ساده، خیلی بی سر و صدا. بیا یک لحظه صادق باشیم. چند بار در زندگیت فقط به خاطر اینکه همه این کار را میکنند تو هم انجامش دادی؟ چند بار حرف نزدی چون بقیه ساکت بودند؟ چند بار رویاهایت را خفه کردی فقط برای اینکه شبیه بقیه به نظر برسی؟ این همان جایی است که گوسفند بودن شروع می شود. آرام، بی صدا، بدون اینکه حتی بفهمی. اما گرگ بودن یک انتخاب آگاهانه است. یک تصمیم است که از درونت شروع می شود. جایی که دیگر حاضر نیستی کورکورانه دنبال کنی. جایی که شروع می کنی سوال پرسیدن. شروع می کنی دیدن چیزهایی که بقیه نمی بینند. و اینجاست که بازی عوض می شود. فرض کن در یک جمع هستی. همه دارند یک مسیر مشخص را می روند. شغل مشخص، زندگی مشخص، حرفهای تکراری. اما تو ناگهان متوجه می شوی که این مسیر تو نیست. حالا چه کار می کنی؟ با گله می مانی یا مسیر خودت را می سازی؟ این همان لحظه است که گرگ از گوسفند جدا می شود. گرگ بودن یعنی توانایی دیدن پشت پرده ها. یعنی فهمیدن نیت ها. یعنی اینکه وقتی کسی لبخند میزند تو فقط لبخند را نمی بینی بلکه دلیل پشت آن را تحلیل می کنی. گرگ ها ساده لوح نیستند. آنها بازی را می فهمند و به همین دلیل است که کمتر فریب می خورند. اما صبر کن. قبل از اینکه فکر کنی گرگ بودن یعنی بیرحمی یا خیانت، بگذار یک حقیقت را روشن کنم. گرگ واقعی کسی نیست که به دیگران آسیب بزند. گرگ واقعی کسی است که اجازه نمی‌دهد دیگران به او آسیب بزنند. تفاوتش را می‌بینی؟ اینجاست که خیلی ها اشتباه می‌کنند. ماکیاولی هرگز نگفت انسان بی اخلاق باش. او گفت ساده لوح نباش. چون دنیا پر از کسانی است که اگر تو حواست نباشد از مهربانیت سوء استفاده می‌کنند. از سکوتت استفاده می‌کنند. از ترست تغذیه می‌کنند. و تو حتی متوجه نمی‌شوی که چطور کم کم ضعیف می‌شوی. بگذار یک داستان واقعی برایت بگویم. مردی بود که همیشه سعی می‌کرد همه را راضی نگه دارد. همیشه بله می‌گفت. همیشه کوتاه می‌آمد. همه دوستش داشتند. اما هیچ کس به او احترام نمی‌گذاشت. تا اینکه یک روز تصمیم گرفت تغییر کند. شروع کرد به نه گفتن. شروع کرد به دفاع از خودش. و ناگهان همان آدم‌ها که قبلاً از او استفاده می‌کردند شروع کردند به فاصله گرفتن. چرا؟ چون او دیگر گوسفند نبود. او داشت تبدیل به گرگ می‌شد. و حالا از تو می‌پرسم، تو کجای این داستان هستی؟ هنوز در گله‌ای یا در حال جدا شدن هستی؟ اگر تا اینجای ویدیو آمدی یک لحظه مکث کن، لایک بزن. چون اینجا داریم درباره چیزی حرف میزنیم که خیلی ها حتی جرأت فکر کردن به آن را ندارند.
و اگر می‌خواهی بیشتر از این بازی پشت پرده دنیا بفهمی، حتما سابسکرایب کن، چون اینجا قرار نیست حرفای معمولی بشنوی. برگردیم به اصل ماجرا. گرگ بودن فقط یک طرز فکر نیست، یک سبک زندگی است. یعنی مسئولیت کامل زندگیت را بپذیری. یعنی دیگر کسی را مقصر ندانی، نه جامعه، نه خانواده، نه شرایط. چون گرگ ها می دانند که بهانه فقط یک دروغ راحت است. گرگ ها منتظر فرصت نمی مانند. آنها فرصت می سازند. وقتی در بسته است یا آن را باز می کنند یا دیوار را خراب می کنند. اما هرگز پشت در نمی نشینند و شکایت نمی کنند. و اینجاست که تفاوت واقعی شکل می گیرد. گوسفندها منتظرند. گرگ ها عمل می کنند. شاید الان داری با خودت فکر می کنی اما اگر متفاوت باشم تنها می شوم. بله، درست است. گرگ بودن تنهایی دارد. اما بگذار یک حقیقت تلخ را بگویم. بهتر است تنها باشی و خودت باشی تا اینکه در جمعی باشی که تو را به چیزی تبدیل می کند که نیستی. تنهایی گرگ از جمع گوسفندها با ارزش‌تر است. و این فقط درباره بقا نیست. درباره قدرت است. درباره کنترل. درباره اینکه زندگیت دست خودت باشد، نه در دست دیگران. هر بار که جرأت می‌کنی متفاوت فکر کنی، یک قدم به گرگ شدن نزدیکتر می‌شوی. هر بار که از ترست عبور می‌کنی، قوی‌تر می‌شوی. و هر بار که خودت را انتخاب می‌کنی، از گله دورتر می‌شوی. اما مراقب باش، چون مسیر گرگ شدن ساده نیست. وسوسه برگشتن به گله همیشه هست. راحتی همیشه صدا می‌زند. اما سوال اینجاست: آیا حاضری برای راحتی آزادیت را بدهی؟ گرگ‌ها پاسخشان مشخص است. و حالا وقتی به زندگیت نگاه می‌کنی، وقتی به تصمیم‌هایت نگاه می‌کنی، وقتی به ترس‌هایت نگاه می‌کنی، از خودت بپرس: آیا دارم زندگی می‌کنم یا فقط دارم دنبال می‌کنم؟ چون در نهایت این دنیا جای کسانی نیست که فقط دنبال می‌کنند. این دنیا به کسانی تعلق دارد که هدایت می‌کنند، که می‌بینند، که تصمیم می‌گیرند. و اگر یک چیز را از این ویدیو با خودت ببری، این باشد: هیچ کس نمی آید تو را نجات دهد. هیچ کس قرار نیست زندگیت را برایت بسازد. این تویی. فقط تو. پس انتخاب کن. همین الان. در همین لحظه. می‌خواهی در میان گوسفندان بمانی یا گرگی باشی که مسیر خودش را می‌سازد؟ و اگر آماده‌ای که از این لحظه به بعد متفاوت زندگی کنی، همین حالا در کامنت بنویس گرگ. بگذار ببینم چند نفر واقعاً آمادند از گله جدا شوند. چون حقیقت این است: بیشتر مردم فقط نگاه می‌کنند. فقط تعداد کمی واقعاً تغییر می‌کنند. و شاید، فقط شاید، تو یکی از آنها باشی.